کیف دادم برسه. خدایا کیف. سلام مادر جون، این کیف شما؟ سلام مادر. آره قربون تو برام الهی، همین چند دقیقه پیش ازم زدن. کجا پیداش کردی؟ من از در خونه زدم بیرون، بعد دیدم سر خیابون افتاده، مستقیمم چشم خورد به شما. فکر کنم دزده پشیمون شده. نه مادر قربون تو برم، حتما توشو خالی کرده تا حالا. اگه وجدان داشت که دزده میشد دورت بگرد. البته مادر جون فکر کنم همه مثل هم نیستن. گوشیتونم داره زنگ میخوره. خدمتت. خدا خیرت بده. روز خوش. بله خانم شکری اومد به حساب، خیلی ممنون. از این بعد کرایه رو سر وقت پرداخت کنید. کی ریخته به حساب؟ الو الو الو. خانم شکری 5 ماه کرایه خونه ندادین، 10 میلیون اینقدر زیاده. شماره حساب دادم، تو امروز پرداخت نکنید قفلا رو عوض میکنم. مادر جان من همونیم که کیفتو زدم و برات آوردمش. ناخواسته گوشیت زنگ خورد، جواب دادم که فهمیدم بدهکاری. منم پرداختش کردم واسط، نترس. قرض کردم، پولش هم حلاله. تا الان فکر میکردم از من لنگتر وجود نداره، ولی انگار اشتباه فکر میکردم.